حوادث جاده‌ای. اگر میخواید زمینی و با وسیله نقلیه خودتون عازم زیارت امام حسین علیه السلام بشید، حتما میدونید که این راه از همون کیلومتر اولش جایی برای خواب‌آلودگی و غفلت نداره. بنابراین لازمه در ازای هر 1 ساعت رانندگی حداقل 10 دقیقه استراحت کنید. مثل تمام سفرهای زمینی دیگه در تمام طول مسیر کمربند ایمنی تمام سرنشینان خودرو باید بسته بمونه و فاصله طولی مطمئن با ماشین جلویی حفظ بشه. برای سفری سلامت به سمت عراق لازم نقاط پرخطر مسیر جاده‌ای رو بشناسید. نقاطی از مسیر سفر جاده‌ای به عراق از داخل ایران هستند که دونستن اونها کمک میکنه وقتی بهشون نزدیک شدید حواستون رو بیشتر جمع کنید و